سلام و درود خدمت شما همراهان سپیدار سیستم. با یک ویژه برنامه دیگه همراه شما عزیزان هستیم با برنامه بهار حسابی و این بار درباره بودجه ریزی. همراه عزیزانمون در استودیو هستیم سرکار خانم شهناز خورسندی، مدیر فنی امور مالی همکاران سیستم. سلام، خوش آمدید. ممنونم، مرسی. تشکر. مرسی. خانم شیوا رحمانی عزیز، سرپرست مالی حسابداری همکاران سیستم، خیلی خوش آمدید. ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان. خوشحالم که الان در خدمت شما هستم. ممنون. و آقای سعید رنجبری، مدیر عامل سپیدار سیستم، سلام، خوش آمدید. زنده باشید. سلام خدمت شما همه مخاطباتون و خوشحالم که خدمتتون هستم. خیلی ممنون. خب این برنامه برای یک گپ و گفت تخصصی در حوزه بودجه ریزی هستش و خب سعی کردیم افراد مختلفی که درگیر بودجه ریزی هستن، یعنی شما عزیزان رو در برنامه داشته باشیم تا از منظرهای مختلف به این برنامه نگاه بکنیم و بتونیم یک تجربه به اشتراک گذاشتن رو توی این برنامه داشته باشیم. با اولین موضوع شروع بکنیم اگه موافقید، برای اینکه ادبیات مشترک داشته باشیم با مفهوم بودجه و بودجه ریزی. میخواید شما خانم خورسندی شروع بکنید؟ حتما، ممنون. خب ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. همونجور که آقای شاهین اشاره کردن، امروز نشستمون در خصوص بودجه و بودجه ریزی هم مفهومی هست و گروه ما تلاش میکنه که یه اطلاعات مختصری در حد بضاعت گروه ارائه بده که انشالله مفید واقع بشه. ما در خصوص بودجه و بودجه ریزی بخوایم صحبتی داشته باشیم، شاید ابتداش یه مقدمه مختصری داشته باشیم که اساساً در شرایط فعلی با توجه که ما محدودیت منابع داریم و در مقابلش نیازهای جامعه انسانی نامحدود هست، برای استفاده از این منابع که در اختیار داریم باید دنبال راهکار باشیم. بهترینش هم همون بحث برنامه ریزیه. باید برنامه ریزی برای این قضیه داشته باشیم که بتونیم با این نیازهای نامحدود رو اولویت بندی کنیم و بر اساس منابعی که در اختیار داریم اینا رو پوشش بدیم. خب بهترین چیز در این زمان همون بحث برنامه‌ریزی هست. بودجه بندی یا بودجه اساساً یه ابزار برنامه‌ریزی هست. شاید بهترین وسیله برای شرکت‌ها این باشه که به سمت برنامه‌ریزی میرن، در واقع به سمت تدوین بودجه برن. یعنی بودجه همچین ضرورت‌هایی براشون فراهم میکنه. اگر بخوایم تعریف عامی از بودجه داشته باشیم، میگیم سازمان‌ها و شرکت‌ها دارای یه سری اهداف و برنامه‌های کم و کیفی هستند و این اهداف کمی و کیفی قابلیت جمع و کم نداره. بنابراین بیان این اهداف در قالب ارقام پولی رو بهش بودجه میگن. یا یه تعریف عامتری وجود داره، میگه پیشبینی درآمد هزینه برای یک بازه زمانی رو بودجه میگن. درآمد هزینه برای یک فعالیت خاص، برای یک واحد تجاری خاص، که تعریفی که برای بودجه میشه عنوان کرد این هست. اگر بخوایم در خصوص این که چرایی بودجه رو که ابتداً یه توضیح دادم، شاید بهتر باشه با توجه به سایز و اندازه و ماهیت شرکت‌ها بخوایم به سمت این بریم که اساساً بدونیم چه انواعی داره این بودجه چه تنوعش، چرا که اصولاً بودجه ریزی در سازمان‌ها متناسب سطح سازمان و ماهیت و اندازه سازمان هستش. ما اگه بخوایم اینها رو یه طبقه بندی داشته باشیم، شاید بهترینش از بودجه جامع بخوایم شروع کنیم. بودجه جامع در واقع یک تصویر کلی از یک واحد تجاری، از فعالیتاش و فعالیت‌های عملیاتیش، سرمایه گذاریش و غیره داره که مشخصاً با این برنامه ریزی که تو این بودجه بندی هست میتونیم به اهداف سازمان دسترسی پیدا بکنیم، چرا که یه برآوردی از درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان، وضعیت مالی که همون ترازنامه باشه و جریان‌های نقدی رو مشخص میکنه. خود این بودجه عملیاتی تقسیم میشه به دو بخش، یعنی شاخه بندی که بخوایم داشته باشیم، یکی بودجه عملیاتی است، بودجه جامع، یکی هم بودجه مالیه. بودجه عملیاتی چی رو در بر میگیره؟ اون هم یک بودجه‌ایه که تشکیل شده از کلیه فعالیت‌های
مالی و غیر مالی، سرمایه گذاری که دارای اطلاعات مالی و غیر مالی هست که کمک میکنه به برنامه ریزیامون، اطلاعاتمون که در قالب ارقام ریالی همونجور که عرض کردم مشخص میکنه و نتایجش رو. یعنی وقتی ما بودجه ریزی عملیاتی داریم که در واقع به نوعی هم میگن در واقع مبتنی بر عمل کرد، بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد در واقع اسمش رو میذارم به نوعی، که این در واقع همونجور عرض کردم بحث سود و زیان، بحث ترازنامه، جریان‌های نقدی، همه اینا رو مشخص میکنه که خود این قضیه تصویر درستی از عمل، یعنی فعالیت رو که مشخص میکنه، نتایج این فعالیت ها رو هم مشخص میکنه و این امکان ارزیابی، مقایسه، یعنی مقایسه نتایج رو برامون فراهم میکنه. بخش بعدی این جامعه که گفتیم در واقع برنامه بودجه مالی هست. بودجه مالی هم باز انتظارات مدیریت رو در خصوص اینکه چه منابعی هست بتونیم اختصاص بدیم به پروژه ها و فعالیت های متعدد که تو سازمان هست، اون هم در واقع باز نشون دهنده صورت وضعیت مالی هست، جریان های نقدیمون هست، اینا رو تفکیک میکنه. اگر بخوایم همین رو طبقه طبقه بخوایم بریم زیر گروهش رو ببینیم، خود این بودجه مالی باز تبدیل میشه به یه سری بودجه های سرمایه‌ای هست که در واقع تو بودجه سرمایه‌ای ما منابعی که نیاز داریم، یعنی تخمین منابع میکنیم برای تهیه یه سری مخارج سرمایه، یه سری دارایی‌های سرمایه در واقع کمک میکنه. یا بودجه نقدی باز زیرگروه بودجه مالی هست. باز بودجه نقدی در واقع پیش بینی ها رو بر اساس دریافت پرداخت ها رو پیش بینی میکنه در خصوص فعالیت ها که بتونه جریان نقدی رو، آنچه که ورودی سازمان هست و آنچه که خروجی سازمان رو به شکل نقد نمایش میده. بقیه مواردش برمیگرده به یه سری بودجه های صورت های مالی که سود و زیان بودجه شده، ترازنامه بودجه شده، جریان وجود نقد هست. یه مقدار خیلی دارم تیتروار میخوام بگم به دلیل اینکه ممکنه به زیغ وقت بخوریم. برای طبقه بندی بودجه از زاویه سطح تولید و فروش میشه یه طبقه بندی دیگه کرد و اون بودجه ثابت و بودجه منعطفه. بر اساس حجم فروش، بر اساس رفتار فروش و تولید یه طبقاتی داره. بودجه ثابت در واقع بدون در نظر گرفتن این قضایا است. برای شرکت‌های توصیه میشه این بودجه ثابت که کمترین انحراف رو بین بودجه و واقعیت دارن، یعنی وقتی مقایسه اتفاق میفته کمترین انحراف رو دارن. وگرنه بودجه ثابت رو میشه در واقع گفتش که برای برنامه ریزی میشه، بودجه ریزی میشه برای یک حجم مشخصی از فروش یا یه حجم مشخصی از تولید. اشکال این قضیه اینه که با فرض ثبات فروش در واقع این بودجه طراحی میشه و اگر بعدها با واقعیت که بررسی میکنیم اگر مغایرتی باشه، متاسفانه براش برنامه برای اصلاح یا اینکه این رو بخوان در بودجه تاثیر بدن نیست، مگر اینکه میگم تنها ویژگیش همون سادگیش قضیه، مگر ویژگی خاص دیگه ای نداره. بودجه منعطف نه، به این شیوه نیست. میاد یک دامنه فعالیت رو، یعنی برای مقادیر متفاوتی از تولید یا فروش، مثلا اگه تارگت ما 1000 واحد باشه فروش، میاد برای 1000 واحد 800 واحد 1200 واحد برای یک دامنه از این فعالیت بودجه ریزی میکنه و مزیتش هم اینه که اطلاعات شما داری به راحتی میتونید تجزیه و تحلیل کنی نتایج حاصل از این رو. این در واقع میتونیم بگیم طبقه بندی هستش که از بودجه داریم. حالا بخوایم بریم به سمت اینکه فرمودید که چرا بودجه رو استفاده میکنیم، چرا بودجه ریزی چیه، چرا همچین فعالیت هایی تو سازمان ها داریم. خب ببینید بعد نیست، یه البته مشخصه ولی یه تعریف کوچیکی برای اینکه بگیم تفاوت هست بین بودجه و بودجه ریزی. بودجه سنده، یه سند سازمانیه، ولی بودجه ریزی یه فراینده که اطلاعات مالی و غیر مالی رو در رابطه با اون فعالیت هایی که میخوایم پیش بینی میکنیم برای آینده
این فعالیت ها رو شناسایی میکنه، طبق بندی میکنه، بعد نهایتا خلاصه میکنه این فعالیت ها رو و در قالب رقم، صورت های، عدد های مالی اینا رو مشخص میکنه در واقع برای ما این فرایند بودجه ریزی. یعنی این فراینده و اصولا میگن هنر این فرایند بودجه ریزی در اینه که یه تخصیص منابع میکنه، منابع سازمان رو، شرکت رو به واحدهای مختلف که این بهترین نتیجه رو بتونه بگیره، چون بهینه ترین حالت رو انتخاب میکنه که از این منابع استفاده کنه برای رسیدن، برای نیل به اهداف سازمانی، که در واقع بودجه ریزی رو میتونیم اینجوری تعریف بکنیم. و اگر بخوایم چراییش رو مطرح بکنیم، فوایدی که این بودجه ریزی داره میتونه به ما کمک کنه که بگیم که چه داریم کاری میکنیم. خب اساساً بودجه، خود بودجه میگن تخصیص منابع هست. خب یا اینکه اساساً چه میکنه بودجه برای ما؟ بودجه برای ما باعث یه سری کنترل های منابع رو فراهم میکنه، یه مقدار هماهنگی تو واحدها رو برامون ایجاد میکنه، خدمتتون عرض کنم برنامه ریزی رو تو سازمان اشاعه میده، یا اندازه‌گیری واحدها رو، اندازه‌گیری عملکرد واحدها رو، اینها رو در واقع توسعه میده، ارتباط واحدهای سازمانی رو بهتر میکنه. اینا تمام چیزهایی که به تبع بودجه ریزی تو سازمان اتفاق میفته و به راحتی میتونیم بگیم که چرا پس از بودجه ریزی ما در سازمان استفاده میکنیم. اگه سوالی دیگه باشه در خدمتتونم. آقای رنجبری، میخوام از شما بپرسم به عنوان مدیر عامل و مدیر کسب و کار، شما خودتون فایده این بودجه ریزی رو چه میبینید طی یک دوره مالی و کجاها هستش که خیلی احساس میکنید این بودجه بهتون کمک کرد تا تصمیم بهتری بگیرید؟ عالی. عرض کنم خدمت شما، من یه وام بگیرم از صحبت سرکار خانم خورسندی. ببین نکته‌ای که وجود داره، من برنامه ریزی رو در واقع در تلاقی میبینم با بودجه ریزی. همونجور که در واقع فرمودن، بودجه ریزی یک فرایندی که توی سازمان داره شکل میگیره. وقتی صحبت از این فرایند میکنیم، طبیعتاً بخش قابل توجهی از سازمان رو درگیر خودش میکنه، تیم‌های مختلف، واحدهای مختلف، و بهترین حالت ممکن شرایطیه در سازمان که این تیم‌ها خودشون در واقع اینوالو موضوع باشن، درگیر موضوع باشن، یا به صورت عامیانه‌تر اگه بخوایم بگیم خودشون متولی پیشبرد و ارائه بودجه باشن. چرا؟ یه دلیل بزرگ داره. این دلیل بزرگش هم اینه که زمانی که در واقع پرسنل یک شرکت میتونن اینگیج بیشتری با سازمان داشته باشن که بدونن در واقع برای چه هدفی دارن تلاش میکنن. این هدف در فرایند بودجه ریزی نهفته است. همونجور که گفتن از درآمدها، هزینه‌ها، اون چیزی که قراره در طی یک دوره مالی در سطح یک سازمان اتفاق بیفته. اندازه سازمان خیلی با اهمیت نیست. ممکنه سازمان‌های کوچک تا اندازه‌های خیلی بزرگ همه درگیر این فرایند بشن. ممکنه در واقع سخت به نظر برسه، پیچیده به نظر برسه، یا خیلی از صاحبای کسب و کار اینجوری مثلا قلمداد بکنن که چرا من با درگیر بودجه ریزی بشم؟ من که داره فرایندم پیش میره، من که داره درآمدم یا بعضا فروشم داره اتفاق میفته، چرا باید درگیرش بشم که بخوام برم انقدر در سطح واحدهای مختلفم توجیه کنم که بایستی این اتفاق بیفته؟ قضیه از کجا داره نشأت میگیره؟ از یه اتفاق خیلی بزرگتر. من خیلی بودجه ریزی، یا فرایند بهتر بگم بودجه که اول از یک کانسپت استراتژیک داره میاد، رو تشبیه میکنم به یک فانوس در دل شاید یک تاریکی. اتفاق جذابی میفته. شما وقتی یک فانوس دستتونه، شعاع چند متری شما ممکنه روشن باشه. مدیر سازمان در واقع هر چقدر بتونه بودجه ریزی دقیق تری داشته باشه، هر چقدر بتونه بچه‌های خودش رو، سازمان خودش رو بیشتر درگیر این عملیات بکنه، داعش شعاع این روشنایی رو بیشتر میکنه. توی شرایطی که در واقع ما در یک اقتصاد متورم، یک اقتصاد تورمی داریم فعالیت میکنیم، کسب و کارهامون توی این در واقع با شرایط بعضاً غیر قابل پیش بینی ممکنه روبرو باشن، هر چقدر
دقت این بودجه ریزی در سازمان بیشتر باشه و هر چقدر پرسنل سازمان درگیری بیشتر با اون داشته باشن و از دل خودشون این تهیه شده باشه، طبیعتاً این شعاع نورانی در سطح سازمان بیشتر میشه. حالا این اتفاقی که میفته، میگید که چطور میشه ازش استفاده کرد، میگم مثل اینه که یک نقشه راه داریم و روی این نقشه راه داریم ترسیم میکنیم که قرار از کجا به کجا برسیم. زمانی که در واقع من این فانوس دستمه و دارم شعاع بیشتری رو روشن میکنم، در واقع دارم انگار زودتر به هدفم میرسم، دارم تلاش میکنم که ریسک عدم تحقق برنامه‌ها و اهدافم رو کم کنم و دارم در واقع به سمتی میرم که شرایطی مهیا میکنم برای اینکه هر لحظه اگر دچار ریسکی شدم، دچار تهدیدی شدم و احساس کردم که فاصله‌ای دارم با اون چیزی که قراره در واقعیت برام اتفاق بیفته یا برنامه ریزی کرده بودم، بلافاصله بتونم ایندیکیتورها یا شاخصهای این بیزینس رو بر اساس بودجه ریزی کردم هدایت بکنم و در نقطه‌ای قرار بدم که من رو بتونه توی مسیر درست قرار بده. چون بعضا اتفاق بزرگی که میفته اینه که توی کسب و کارها زمانی که انحرافی از شاخص پیدا میکنیم، زمانی که دچار یک ریسکی میشیم و بعضا نمیتونیم حلش کنیم یا این خیلی ادامه دار میشه، برگردوندن اون در بیزینس تو اون فاصله زمانی کوتاهی که ممکنه واقعا در اختیار داشته باشیم کار سختیه. در نتیجه بودجه ریزی کمک میکنه، این نقشه راه که من هر لحظه امروز در کجا قرار دارم، چه انحرافی رو دارم، آیا میتونم جبران کنم، میتونم تخصیص منابع درستی رو در لحظه درست ایفا بکنم و چی بهتر از این که در واقع خود پرسنل درگیر شده باشن، روی تمام اینها حس داشته باشن یا اصطلاحاً اون ایمپلوی انگیجمنت خوب شکل گرفته باشه و بچه ها با یک هدف، با یک در واقع نقشه راه درست مسیر رو طی میکنن که حتما ادامه دار هست و حتما انتهاش روشنه، حتما انتهاش رسیدن به اون هدف میتونه برای اون سازمان لذت بخش بشه. این اون ارزشیه که واقعا فرایند بودجه ریزی میتونه توی سازمان ایفا بکنه و میتونه نقش پررنگی داشته باشه برای تمام مدیرای کسب و کار. همونجور که در واقع توی عرایزم گفتم، من فکر میکنم که فارغ از این که اندازه شرکت چقدره، من حتی یک صنف رو هم شرایطش رو مهیا میدونم. یک صاحب کسب و کار ممکنه خیلی کوچک باشه، شرایط رو مهیا میدونم برای اینکه ترسیم کنه، بنویسه برای اینکه میخواد به کجا برسه و چه شرایطی رو علاقه‌منده که بهش دسترسی داشته باشه. یعنی به زبون ساده اگر بخوام بگم، انگار که مدیر کسب و کار میدونه قراره در چه مسیری بره و چه هدفهایی رو اصطلاحاً تاچ بکنه. اگه این نباشه که شرایط به قول معروف باری به هر جهت میشه، هر چی به دست بیاد، هر فروشی، هر درآمدی که کسب بشه یا هر هزینه‌ای بعضن اتفاق بیفته، اون چیزیه که من پیش بینی ازش نداشتم و احتمالاً ممکنه برام خوب باشه یا اگر خوب نباشه ممکنه این رو اتصال بدم به اتفاقات بسیار متعددی، شرایط اقتصادی، نمیدونم عدم وجود پرسنل متخصص یا هزاران دلیل دیگری که توجیه میکنه برای که من به اون هدفم نرسیدم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون نقشه راه انگار وجود نداشته یا اگر وجود داشته نقشه راه شفافی نبوده، نقشه راه روشنی نبوده، خوب ترسیم نشده، خوب نوشته نشده. اگر این دوتا در کنار هم دیگه، دوتا موضوعی رو که راجبش صحبت کردم وجود داشته باشه، اون سازمان میتونه واقعاً به ضرس قاطع سر این قضیه بایسته برای اینکه میتونه بر چالشاش فائق بیاد و میتونه حتما موفقیت رو کاملا بهش دست پیدا کنه. این اون اتفاق بزرگیه که توی بودجه ریزی بسیار عالی. حالا من دوست دارم هر کدوم از شما عزیزان از جایگاه خودش بگه که زمان شروع این فرایند، منظورم زمان بهینه هستش، از چه زمانی باشه و تا چه زمانی باید ادامه پیدا بکنه؟ یعنی مثلا میگم آیا رسیدن به تیر ماه و همچنان درگیر بودجه ریزی بودن مفیده، یا تو بهمن ماه هستیم و درگیر بودجه ریزی شدیم زمان مفید و بهینه‌ای هستش؟ با این شروع بکنیم، بعد میخوام راجع به تعدیلش هم دوباره بپرسم که زمان مناسب تعدیل بودجه شما زحمتش میکشید. خواهش میکنم. من تفسیر خودم رو میگم، حتما دوستان لطف میکنن و از بعد فنی و عملیاتی توی سازمان نکاتشون رو میگم. ببینید، من دوباره یه فلش بک بزنم به همین صحبتی که الان داشتم.
میگم ما بودجه ریزی میکنیم برای اینکه خواستمون، هدفمون، وضعیت درآمدها و هزینه هایی که قرار در آینده نه چندان دور در یک دوره مالی بهش دسترسی پیدا بکنیم و بتونیم اینها رو در سطح سازمان محقق بکنیم، اینها رو انگار که داریم یک جا مینویسیم تا از اونها بتونیم به بودجه های سود و زیانیمون برسیم، برای که من بدونم چه سطح از هزینه ای رو مجازم انجام بدم و چه میزان درآمدی رو اگر بتونم در واقع کسب بکنم میتونه تضمین کننده موفقیت من در سازمان باشه. حالا فکر کنیم که در واقع چند ماهی از یک دوره مالی میگذره و ما همچنان موفق به ترسیم این نشدیم، همچنان همون پرسنل سازمان ما نسبت به این قضیه حساس نشدن، هنوز مطلع نشدن، هنوز به قول معروف دست به قلم نشدن که بنویسن قرار چه هدفهایی رو بر اساس یک تارگت بزرگتر در سازمان دنبال بکنن. مثل همون میمونه که ما اون فانوس رو خاموش کردیم و در دل اون تاریکیه داریم قدم برمیداریم و چند ماه اینطور میگذره و تازه داریم میریم به سمتی که خب آماده بشیم که یک بودجه ریزی رو آماده بکنیم. به نظر من این از دست دادن فرصته، از دست دادن فرصتی که اون نقشه راه رو انگار خوب دنبال نکردم، انگار شعاع خوبی رو برای خودم روشن نکردم و مهمتر از اون یک مدتی رو بدون شاید هدف یا بدون مبنا، شاید بر اساس یه تجربه از گذشته قدم برداشتم و هر چقدر ما بتونیم با کیفیت بالاتر و با کمترین ضریب خطا بودجه ریزی دقیقی رو در سطح سازمان با کمک تیم مالی و تمام پرسنلی که درگیر مستقیم هزینه و درآمد هستند در یک فاصله زمانی مشخص آماده بکنیم، این میتونه تضمین کننده یک موفقیت بزرگتر در سازمان باشه، چون همیشه رجوع میشه به این در تمام طول دوره فعالیت یک سازمان، یا بهتر بگم در یک دوره مالی قاعدتاً بایستی رجوع بشه به این بودجه که من این ماه که گذشت در مقایسه با بودجه چه کردم، آیا تونستم به اون سطح درآمدها و هزینه ها برسم، آیا جایی انحراف داشتم، بیشتر شد، کمتر شد و هر چقدر بتونه در یک دوره ای از تجربه میزان خطا و میزان انحراف بودجه کمتر بشه، قاعدتاً میتونه اون صاحب کسب و کار اطمینان داشته باشه به اینکه به آن چیزی که روز اول ترسیم کرده و برای خودش در ذهنش نقش بسته یا در کل سازمانش همه هم پیمان شدن برای اینکه به این برسن، در واقع میتونه مطمئن باشه که اون اتفاق بزرگ میتونه براش بیفته. در غیر این صورت ممکنه با خطا روبرو باشیم. این بنابراین نظر شما اینه که تجربه مستقیم من. پایان اسفند باید تموم بشه. من فکر میکنم قبل از شروع دوره مالی خوبه که واقعا در نقطه‌ای باشیم که نسخه اولیه قابل رجوعی واقعا تهیه شده باشه. ممکنه اصلاحاتی بعضا لازم داشته باشه، اما احساس میکنم که اون نسخه اولیه قبل از شروع دوره مالی اگر تهیه شده باشه حتما میتونه اطمینان بده که واقعا سازمان آشنا، سازمان فهمیده و یک درک مشترک داره. همه اصطلاحاً سیم تو پیجن برای اینکه وارد یک دوره مالی یا یک دوره شاید پر فریض و نشیب بشن، اما بر اساس نقشه راهی که داره. چیزی که در مورد زمان آغاز و اتمامش بخوایم بگیم، باید منطقی ترینش این که پیش از آغاز دوره بودجه باید بودجه تموم بشه. چرا که بودجه چه نقشی داره؟ یکی از کاراش این که باید همسو میشه با برنامه‌های استراتژیک سازمان. این در واقع برنامه‌ها رو از واحدهای مختلف، برنامه‌های عملیاتی برای واحدهای مختلف مشخص میشه. بنابراین وقتی آغاز سال بودجه میشه، باید دوستان اونایی که واحدهای مختلف، مدیران واحدهای مختلف برنامه عملیاتی خودشون رو داشته باشن که استارت بزنن. اگر همچین چیزی ابلاغ نشده باشه، فعلا بریم جلو تا ببینیم چه پیش میاد. یعنی درستش اینه که همونجور که ایشون هم اشاره کردن پیش از آغاز باشه، چرا که تکلیف تمام واحدها مشخص میشه، برنامه عملیاتی تمام واحد، مدیر منابع انسانی میدونه که باید چیکار بکنه. اگه قرار باشه هدف افزایش تولید باشه، مدیر منابع انسانی میدونه این تولید چجوری، اگه قرار باشه از طریق جذب نیروی انسانی باشه، برنامه‌شو داشته باشه. اگر قرار باشه فروش بیشتری داشته باشه، مدیر فروش باید برنامه داشته باشه.
یعنی برنامه عملیاتی پیاده سازی این برنامه ها رو داشته باشه. بنابراین بهترینش همونجور که ایشون هم فرمودن همون قبل از آغاز دوره بودجه است که باید به اتمام برسه. بسیار عالی. دوستان به موضوعاتی اشاره کردن که بعضاً داده های گذشته نگر نیست، مثل داده فروش نیستش یا مثل داده حقوق دستمزد نیستش، منابعی هستش که بیرون از سازمان اطلاعاتش ممکنه تولید بشه، مثلا پیشبینی تورم. میخوام ببینم که توی بودجه ریزی خارج از اطلاعاتی که از عملکرد سازمان هست ما چه مباحثی رو نیاز هستش که بررسی بکنیم تا بتونیم مثلا پیشبینی بهتری از فروشمون داشته باشیم و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم. حالا ممکنه یکیش مثلا بحث تورم و مسائل اقتصادی باشه، دیگه به چه سرفصلایی نیاز هستش که توجه بکنیم؟ عالی، سوال خیلی خوبیه. ببینید، به زعم من بودجه ریزی شروع یک تمرین استراتژیکه. یعنی اگر یک شرکت و یا بهتر بگم صاحبای کسب و کار علاقه‌مندن که این نقشه راه رو به عنوان بودجه ریزی داشته باشن، یعنی علاقه‌مندن که فرایند برنامه‌ریزی رو در شرکت خودشون تمرین کنن، شروع کنن و علاقه‌مندن که در واقع یه درک همه جانبه‌ای در سازمان خودشون، چه برای موضوعات داخلی و چه موضوعات بیرونی رو در سطح سازمان ایجاد بکنن. این خبر خیلی خوبی میشه برای تمام اونهایی که علاقه‌مندن که در سطح شرکتشون این کار رو بکنن. خبر خیلی خوبی. خب این تمرینی که قرار روی فرایند استراتژیک شروع بشه، همه باید بدونن که در واقع حتما یه بخشش برمیگرده به سطح تجربه. یه بخشش همونجور که در واقع توضیح دادن به درستی، طبیعتاً موضوعات مختلفی ممکنه از جنبه‌های هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه‌های عمومی که بعضاً ممکنه اتفاق میفته، شیوه محاسبه‌ای بهایی تمام شده و تمام اینها یک درکی از گذشته هست. سنوات گذشته‌ای که ممکنه حتی شرکت کار می‌کرده یا حتی شرکت‌هایی که میخوان مبنای صفر بذارن، یعنی علاقه‌مندن که امسال بشه سال پایه‌شون و نمیخوان خیلی ریفرنس مشخصی نسبت به سنوات قبل داشته باشن، باز هم بعضی از اطلاعات یک نمود مشخص یا نسبت و نزدیک به واقعیتی داره، مثل هزینه‌های حقوق و دستمزد. لحظه ای که در اواخر سال معمولاً قرار فرآیند بودجه ریزی شروع بشه، طبیعتاً راجع به اینکه چه سطحی از هزینه‌ها ممکنه در مورد هزینه‌های حقوق و دستمزد اتفاق بیفته، یه دید کلی وجود داره. ممکنه اداره کار در واقع شرایط خودش و مبالغ و ارقام خودش رو اعلام کرده باشه، اگر نه بر اساس آن چیزی که در شرایط اجتماعی هست قابل پیش بینیه. حالا حداقل با یک تلرانس ممکنه مثلا 10% بالا یا پایینتر قابل پیش بینیه. همون میتونه مبنای مناسبی باشه به زعم من. حالا اطلاعات دیگری مثل این که شرایط تورم ممکنه چی بشه، ممکنه در واقع ما رو توی حاله‌ای از ابهام ببره که نکنه من فرایند بودجه ریزی خودم رو انجام بدم، روی مبنای بهایی تمام شده کار بکنم، یا برآوردی در مورد اگه خدماتی هستم سطح درآمد، اگر پروداکتی میفروشم در مورد سطح فروشم در بودجه ریزی بیارم، بعد دچار یک انحراف قابل توجهی بشم. میگم که در واقع اون سطح تجربه اینجاست که کمک میکنه که بر اساس آنچه که از بازار درک میکنیم، از شرایط اقتصادی درک میکنیم، لحظه ایه که ما در بودجه ریزی تأثیرات اون رو قرار میدیم. من بر اساس فرایند برنامه ریزی که از دل یک اهداف استراتژیک در سازمانم میاد، میخوام مشخص کنم که چه تارگت هایی رو قرار به عنوان تارگت های فروش در سازمانم محقق بکنم. میخوام آیا یک شرایط کششی جذاب بر اساس ایدئال هایی که دارم ترسیم بکنم. چیزی ممکنه مثلا سال گذشته 100 واحد فروش انجام دادم، علاقه‌مندم سال آینده این رو بکنم 200 واحد، 300 واحد. یک شرایط کششی خیلی متفاوت. به بازارهای متفاوتی فکر میکنم، به نیش مارکت ها فکر میکنم، به سگمنت های جدیدی که ممکنه درش وارد نشده باشم. اینها در دل یک بودجه نهفته است. یعنی برنامه ریزی ها، ایدئال ها و شرایطی که مدیران سازمان ترسیم میکنن برای اینکه به عددهای فروش، درآمدی یا حتی هزینه‌ای دست پیدا بکنن که اون بتونه یک شرایط باثبات رو به رشد برای سازمان رقم بزنه.
طبیعتاً در اون ممکنه یک سطحی از ریسک هم وجود داشته باشه، اما به نظرم ریسک پذیرفته شده ایه. از این جهت که مدیران سازمان دارن ترسیم میکنن که قدم‌های بزرگی بردارن. طبیعتاً ریسک هم چاشنی این قضیه هست، اما مهم اینه که به کمک واقعاً تیم مالی و به کمک تمام پرسنلی که به صورت مستقیم درگیر این موضوع هستن، این در سطح سازمان برسه به نقطه‌ای که نهادینه بشه. همه اون هدف رسیدن به اون واقعیت‌های درآمدی رو بپذیرن و همه بدونن که قرار اون رو محقق بکنن. توی همچین حالتی ما داریم سطح ریسک رو پایین میاریم و طبیعتاً فقط شرایط بسیار غیر مترقبه‌ای ممکنه حاکم بشه که ما نتونیم به اون بودجه‌ای که ابتدای کار تحریزی کردیم یا حداقل به 1% از اون دست پیدا بکنیم. اینه که من فکر می‌کنم بخش بزرگی از این تمرین برنامه ریزی و بعد تمرین بودجه ریزی و تلاقی این دوتا کمک میکنه ما بتونیم به دقت بسیار بالاتری برسیم. اون شرکت هایی که تمرین کردن، چندین سال بودجه ریزی کردن، احتمالاً این قضیه خیلی براشون محسوسه که سالهای اول بعضا ممکنه انحراف بالاتری رو تجربه کردن، اما ظرف 1-2 سال بعد اون تجربه و دریافت هایی که از بازار داشتن و البته همراهی پرسنل کمکشون کرده به نقطه باثبات تری برسن و این میتونه نقطه عطف بسیار خوبی باشه برای اینکه اون شرکت به اون چیزی که واقعا برنامه‌ریزی میکنه دست پیدا بکنه. خب حالا یه بحثی مطرح میشه، اونم این که این بودجه ریزی اصلا از کجا شروع میشه. یعنی یه وقتی هستش میگیم بر مبنای خیلی نگاه مالی داریم انگار، مثلا بر مبنای روند اخیر حداقل 40% باید رشد داشته باشیم، تورم هم انقدر هستش و میریم برای مثلا این هدف جدید مالی. یه زمانی هم هستش نگاه از این جنسه که خب سال بعد مثلا محصول جدید داریم، سال بعد آرندی داریم و یه ذره انگار عملیات رو داریم میبینیم تا اون بودجه رو بریزیم. میخوام ببینم که مسیر امن و صحیحش به چه ترتیب هستش، از نگاه مالی هستش یا از نگاه عملیات هستش و وزن هر کدوم به چه ترتیبه؟ شما میگی یا من بگم؟ حالا همه دوستان باید در این موضوع نظر بدن. هر کسی از منظر خودش میتونه جواب بده. بودجه است دیگه، افزایش ایناست دیگه. درسته؟ ببینیم به هر حال تمام عملیات هم برمیگرده به هم موضوع اولی که گفتم. ما باید تو مرحله اول اهداف سازمان و عملیات سازمان رو به درستی بشناسیم و بتونیم اون رو به اعداد ارقام مالی تبدیل کنیم. یعنی نهایتاً بودجه کمیه، یعنی اهداف رو ما حتی به اطلاعات مالی تبدیل میکنیم. اینی که شما میفرمایید مثلا ممکنه ناشی از تولید محصول جدید باشه، من وقتی عملیات و اهداف سازمان رو بشناسم، کسب و کار رو بشناسم، دنبال رد و اثر این تصمیمات توی بودجه میگردم. یعنی وقتی ما میگیم تولید محصول جدید، علاوه بر این که من باید یک درآمد جدیدی رو از این محل متصور باشم، یعنی یک رشد عمومی و هر ساله رو دیگه پس من نباید توی درآمدها و فروشم ببینم، حتما باید یک رشد بیشتری رو ببینم. از اون طرف حتما توی هزینه ها هم من باید رد و اثر اینو ببینم. یعنی من ممکنه نیروی متخصص توی اون زمینه برای تولید بخوام داشته باشم، مواد اولیه بیشتری قراره مثلا من تهیه کنم، حتی ممکنه توی حوزه فروش اون من نیاز باشه متخصص فروش اون حوزه رو جذب کنم و در نتیجه باید اثر اینو تو هزینه حقوق دستمزدم هم حتی لمسش کنم. یه جوری میشه یک پارچگی اطلاعات من توی بودجه و همون ارتباطی که باید بین درآمد و هزینه و تمام مدیرانی که ذی‌نفع بودجه هستن شکل بگیره. مثلا برای همین مثالی که شما زدین، محصول جدید حتما برای من هزینه بازاریابی بیشتری نسبت به سنوات قبلم تحمیل میکنه. من اگر عملیات کسب و کار و اهداف سازمان و مدیران رو و حتی سهامدار رو بهتر بشناسم، باید نهایتاً اثر و آثار مالی این رو توی تمام سرفصل‌های بودجم لمسش کنم و این همون مراقبتیه که نهایتاً واحد مالی یا واحد بودجه به عنوان تعیین کننده نهایی بودجه داره پاش وای میسته. خب من اضافه بکنم. شما بفهم. ببینید در بودجه ریزی این که شما اشاره کردین یکی از روش‌ها همینه، یعنی عطف سابقه میشه با بررسی شرایط بازار و شرایط بیرونی، شرایط محیطی، یه درصدی برای رشد تو بحث
فروش میبینن، یه نرخ فروش میبینن، یه بحثی برای بحث حقوق دستمزد میبینن، هزینه های افزایشی میبینن. یه روش به اینا میگن روش چی بود؟ بودجه ریزی افزایشی. درسته؟ افزایشی. بله. افزایشی. این در واقع این بودجه ریزی افزایشی به این شکله که میان همون بودجه ریزی سال قبل رو به عنوان پایه قرار میدن و یه سری با اعمال یه سری تغییرات، از جمله همین مورد که خودتون هم اشاره کردین، نرخ رو تغییر بدن، تعداد فروش و تعداد تولید رو تغییر بدن، به یه برنامه نو کاملی میرسن که میشه بودجه ریزی برای اون سازمان میشه. منتها مشکلاتی که تو این سازمان هست اینه که ثابت میگیره، یعنی با پایداری سطح فروش این رو تنظیم میکنه، اون انعطاف لازم رو تو این قضیه نداره. در صورتی که و اگر احیانا بعداً ارزیابی که میشه از نتایج میشه، عملکردها رو که بررسی میکنید، مقایسه عملکرد با بودجه، میبینی انحرافایی که مشخصه، تو این انحرافات هیچ کاری هیچ اتفاقی نمیفته. درسته؟ منتها یه شیوه دیگه هست و همونی که باز اشاره فرمودیم و اون اینی که شما میایین در واقع بودجه ریزی بر مبنای صفر بود. درسته؟ که میان اون همه هزینه ها و چیزها رو بر مبنای صفر مینن، یعنی اصلا به سابقه توجهی نمیکنه. به خاطر همین باید واحدها، مدیران برای اینکه بتونن هزینه های واحد خودشون رو بگیرن، باید بتونن مستدل اثبات کنن که آیا اساسا این باید باشه، این فعالیت باید توی سازمان رخ بده، آیا نیازی است به خط تولید جدید و هر چیز دیگی. یعنی این در واقع اون مبتنی بر صفر که میگن، یعنی ذهن رو کاملا خالی میکنن، با یه الگوی جدیدی حالا بررسی میکنن که آیا اساساً این فعالیت باید در بودجه امسال گنجونده بشه یا نه. اینو کی باید بگه؟ دوستانی که برنامه عملیاتشون رو میدن بتونن بیان اثبات کنن، احراز بشه که این هزینه موضوعیت داره، اون هزینه تو بودجه میاد. دیگه اون بحث گذشته، نگاه به فرایندهای گذشته، فقط تغییر اعمال یه سری تغییرات جزئی نیست، یعنی از بن در واقع تغییرات ایجاد میشه. اساسا حتی فعالیت زیر سوال میره که آیا این فعالیت باید باشه یا نباشه. اینجا عموما این روش پیشرفته تریه، چرا که زمانی که این بررسی انجام میشه با توجه به شرایط بازار، یعنی بررسی های محیطی میشه، شرایط بازار، نیازهای مشتری، وضعیت رقبا و حتی استفاده از اون برنامه‌ریزی های استراتژیک هستش که تلفیق این دوتا باعث میشه یه بودجه ریزی مناسبی باشه. اون میگن سازمانی موفقه که بتونه این تلفیق مناسب رو بین بودجه ریزی و برنامه‌های استراتژیک خودش انجام بده. بسیار عالی. پس میتونیم اینجوری بگیم که مجریش واحد حسابداری مالی هستش، اما متولی انگار که اون مدیران ارشد یا استراتژیست های سازمان هستند که اصلا تصمیم میگیرن سال بعد چه سالی باشه و بعد واحد مالی حسابداری نقش مجری رو داره که اینها رو به اهداف کمی تبدیل بکنه و به عدد و رقم تبدیل بکنه. بسیار خب، من فکر میکنم بحث خوبی شکل گرفت راجع به مفهوم بودجه و بودجه ریزی و میتونیم حالا بخش ابتدایی رو به پایان برسونیم، یک نیم برنامه ببینیم، میان برنامه میخوام ببینیم و ادامه مسیر رو متمرکز بکنیم بر فرایند بودجه ریزی، چه در واحد مالی حسابداری چه خارج از واحد مالی و حسابداری. از شما تشکر میکنیم که همراه ما هستید. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
ممنون که همراه ما هستید. بریم به سراغ بحث فرایند بودجه ریزی و ببینیم که در این مسیر چه تیم مالی حسابداری چه کادر مدیریتی در سازمان چیکار میتونه بکنه تا این مسیر امن پیش بره و یک بودجه ریزی صحیح رو داشته باشیم، یا به تعبیر شما نقشه راه معتبری رو بتونیم طراحی بکنیم. آقای رنجبری، من دوست دارم از شما بپرسم به عنوان یک مدیر کسب و کار چی کار باید کرد که واحد مالی بتونه همراهی سایر واحدها رو بگیره در این مسیر؟ ببینید، من بیشتر از این زاویه نگاه میکنم. حالا توی این بحثای انگیزشی یه جملات جذابی میگن از این بود که شما اگر مثلا میخواید در زندگیتون خوشبخت بشید، زندگیتون رو به یه هدف گره بزنید. این خیلی تمثیل جذاب و شیواییه برای اینکه همین رو توی کسب و کار هم مصداقش رو آدم ببینه. توی کسب و کار هم اگر قرار یک مسیر موفقیت اتفاق بیفته، باید این شاخصهای کسب و کار، ایدئالها، تمام رویاها، آن چیزی که قرار علاقمندیم بهش برسیم، باید به یه هدف یا به یه هدفهای گره بخوره. وقتی این اتفاق میفته و یه درک جمعی در سازمان ازش شکل میگیره، میتونیم امیدوار باشیم که انگار یه همت جمعی در سطح سازمان اتفاق میفته برای رسیدن با موفقیت. اگر نه که ممکنه مدیر توی رسیدن به این اتفاق بزرگه تنها باشه، یا اون خیلی عظیم بچه‌هاش در واقع عده محدودتری همراهش باشه. اما وقتی که این درک جمعی اتفاق میفته، طبیعتاً این مسیر انگار خیلی هموارتر میشه، خیلی راحت‌تر میشه. یا اگر هم بعضاً اتفاقها، چالش‌ها یا نمیدونم فراز و نشیب‌های سنگینی هم به وجود بیاد، انگار براش راهی پیدا میشه، انگار همه هستن هم فکری بکنن، یه خلاقیتی به خرج بدن برای. چرا گفتم این مقدمه رو؟ از این جهت میگم که وقتی شما میپرسید که چطور میشه واقعا این بودجه ریزیه رو دقیق تر کرد، بقیه رو همراه کرد یا اون درک رو ایجاد کرد در سازمان، من ذهنم میره سمت این که انگار نقش مدیران سازمان توی همچون شرایطی خیلی پررنگ‌تر میشه. یا حتی مدیر ممکنه یک کسب و کار چند نفره کوچک داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نقش اون مدیره که داره ایده پردازی میکنه، داره فکر میکنه که قراری شرکتش از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای برسه، میخوام بگم محدود به یک مدیر یا محدود به مدیران شرکت میشه. چرا؟ برای اینکه اونها میتونن ویژن شرکت رو دقیق برای پرسنلشون یا برای تمام اونهایی که متولی بودجه ریزی هستن ترسیم بکنن، که اینها درست در ذهنشون نقش ببنده که قرار چیکار کنیم. قرار مثلا انتهای فرض بفرمایید 1403 ما کجا باشیم. این ویژنه، این خط مشه، این که همون نقشه راهه که از چه مسیری قرار بریم، کافیه که این روشن بشه، شفاف بشه و همه پرسنل به این درکه برسن که عجب، ما قرار از این مسیره بریم، قرار این اتفاقا بیفته. توی این ممکنه چیزهای مختلفی وجود داشته باشه. ممکنه مثلا ورود اون شرکت به بازار جدیدی باشه، ممکنه یه شرکت کوچکی باشه قبلا یه سگمنتی رو داشته، یه راسته‌ای رو پاسخ میداده، امروز میخواد وارد یه سگمنت جدید دیگری بشه. ممکنه محصول یه خدمت جدید رو میخواد وارد بکنه، چه بسا میخواد به یه ثباتی برسه، چه بسا هدف داره که لیدر بازار باشه. هر چیزی، هر چقدر ایده های بزرگتر، یعنی که فرایند بودجه ریزی و اون درک جمعی قوی تر، همه اینها انگار در تلاقی همن، همه کنار همن. این اتفاق بزرگ میفته و مدیر وقتی که ذهنیت خودش رو، ایدئالهای خودش رو ترسیم میکنه و بازگو میکنه برای بقیه، یعنی انگار که داره انتهای مثلا یک سال مالی رو برای بچه‌هاش پیشگویی میکنه. حالا پیشبینی که همیشه کار پیچیده و بعضا سختیه، چه بسا شدنی نباشه، اما پیشگویی میشه کرد. پیشگویی که از این که قرار از چه مسیری بریم به کجا برسیم. وقتی این اتفاق میفته، پرسنل در واقع از پایین ترین سطوح، از پایین ترین در واقع میشه بگم که تمام واحدها همه درگیر میشن و این شاید بهترین روش بودجه ریزی باشه که از تمام سطوح سازمان، از کوچکترین واحدها بودجه جمع بشه و از پایین به بالا برسه، تا برعکس بالا یه چیزی ترسیم بشه و برعکس بخواد دیکته بشه یا ابلاغ بشه.
این اتفاق خوب میفته. همه درک جمعی مناسبی از این واقعه دارن، مشارکت میکنن در بودجه ریزی، تاثیر و تاثیراتش حتما اون بالا اتفاقات خوب میفته و اون انحرافی که ازش صحبت میکنیم شکل میگیره. پس همه چیز از یه هدف شروع میشه، از یک استراتژی، یک هدف، و بعدش مقدمات آماده میشه برای اینکه خود در واقع پرسنل یک شرکت علاقه‌مند بشن که مشارکت بیشتری داشته باشن در تحقق این اتفاق. حالا من دوست دارم این سوالو سمت عزیزان مالی هم ببرم. خانم رحمانی یه جا اشاره کردن که باید دسترسی به دیتا باشه اصلا که بخوایم این کار رو پیش ببریم. میخوام ازتون بپرسم، چون خیلی از عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنن ممکنه در این مسیر با یک سری چالش مواجه بشن که ماهیت این فرایند هستش. میخوام بپرسم که کجاها هستش که یک سری چالش نمایان میشن در مسیر بودجه ریزی و مسیر رفع این مسائل یا چیره شدن برای این چالش ها از دل تعامل هستش با واحدهای مختلف سازمانی. میخوام بپرسم که اینا چی هستش که کار بودجه ریزی رو سخت میکنه؟ شاید مثلا استفاده از یه ابزار خاص یا یه تکنیک خاص نباشه، ولی به هر حال مسئله ساز میشه و عامل استحکاکی میشه تو این فرایند خارج از واحد مالی. اینا کجا هستش خانم خورسندی و خانم رحمانی؟ ببینید، با توجه به صحبتی که آقای رنجبرم داشت، بحث مشارکت دادن کارکنان در بحث بودجه ریزی نقش بسیار موثری داره و اساساً دو تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد از بالا به پایینه، همونجور که اشاره کردید، که در واقع برنامه‌های عملیاتی غیره اون بالا تعیین میشه و ابلاغ میشه به پایین. در واقع شاید کلمه تحمیل بتونیم استفاده بکنیم. و یا اینکه نه، برعکس، یه رابطه مشارکتی، یعنی خود دوستان رو از پایین ترین سطح بیاریم توی فرایند بودجه ریزی کمک بگیریم. این باعث میشه حس خودی بودن به پرسنل دست بده. اساسا میگن خود بودجه، از بودجه میتونیم به عنوان یه انگیزه در پرسنل استفاده کنیم، یعنی با کاری که در انجام میشه یه وسیله، ابزار استفاده کنیم برای یه سری هماهنگی‌ها، برای یه سری ایجاد ارتباطات مناسب، ارتباطات بین واحدها. در خصوص بحثی که عنوان کردیم متولیش کی میتونه باشه، من قبلا میخواستم اینو عرض بکنم که توی بعضی سازمان ها بر اساس اندازه و ماهیت کار میرن به سمت اینکه یک کمیته بودجه تشکیل بشه. این کمیته بودجه چه ترکیبی داره؟ ترکیبش این هست که تمام مدیران واحدها میان در اون کمیته شرکت میکنن، برنامه‌های عملیاتیشون رو طرح میکنن. این برنامه‌ها چکش میخوره نهایتاً که بعد در نهایت میدن و ارجاع میکنن به اداره بودجه برای تنظیم و تدوین بودجه. همین فرایند باعث میشه که ارتباط نزدیک بین واحدها، مدیران واحدها، مدیر تولید میاد، مدیر فروش میاد، مدیر منابع انسانی میاد، مدیر واحد اداره بودجه میاد، همه این یه مقدار این تشکل یک پارچگی رو ایجاد میکنه و نزدیکی ارتباط رو. بعد وقتی مسائل از سطح پایین داره میاد بالا، پرسنل احساس میکنن که اصلا بودجه شرکت به بودجه خودشون تبدیل میشه، یعنی این ارق درشون ایجاد میشه. وقتی این ارق ایجاد میشه دیگه، زمانی که بودجه ابلاغ میشه، مقاومتی نیست با اون شکل، چون این چکشا قبلا بالا خورده، تو اون تشکل خورده، بنابراین مقاومت انجام نمیشه، پذیراترن، همراهترن. یعنی میشه مشارکت حضور بچه‌ها، پرسنل، کارکنان رو با مشارکت دادنشون در فرایند بودجه ریزی، همونجور که آقای رنجبرم اشاره کرد، اینو فراهم کرد. وقتی این فراهم میشه دیگه پرسنل غریبه نیست، خودشو غریبه نمیدونه، فکر میکنه مسئله خودشه، خودشو اصلا جزئی از بودجه میبینه، چون میگه در فرایند تدوین بوده، خودش رو میدونه. این باعث میشه که اون فرایند بودجه ریزی به اقل مشکلات بر بخوره، چون که از خود سطوح پایین به بالا اومده، طرح شده، مسائلشون طرح شده. بسیاری. حالا یه ذره بریم به سمت اینکه اگر یک سری موارد، یک سری همکاری ها نباشه، این بودجه نمیشه، یا این فرآیند بودجه ریزی نیست. آره. حالا میخوام ببینم اون چیزهایی که نباشه چی هست؟ یعنی
ریسکاشو در واقع میخوام بدونم که مثلا میگم مدیر تولید ممکنه مثلا لیست قیمت سال بعد رو نده به ما، خب بودجه ریزی پیش نمیره. یا مثلا اچ آر ممکنه که برنامهش در نیاد برای جذب، خب بحث حقوق دستمزد پیش نمیره. میخوام ببینم چنین مواردی هستش که بتونیم ازشون یاد بکنیم. مشکلات که چالش‌هایی وجود داشته. میخواد من یه توضیح بدم راجع به این قضیه. ببین من فکر میکنم در جریان بودجه ریزی توجه به یه چند تا اصل خیلی با اهمیت. شاید یکی از با اهمیت ترین هاش اصل ریسکه. یعنی اگر ما در لحظه‌ای که میخوایم بودجه ریزی رو به عنوان یه فرایندی که نشأت گرفته از برنامه‌ریزی در سطح سازمان جاری بکنیم، اگه به ریسک هایی که در واقع در لحظه در سطح سازمان وجود داره، چه داخلی چه اونهایی که ممکن از سمت بیرون به ما در واقع حاکم میشه، توجه نکنیم، حتما بودجه ریزی دقیقی نمیتونیم انجام بدیم. این ریسک ها چی میتونن باشن؟ ریسک های سمت مدل های قیمت گذاریمون، ریسک های سمت رقبامون، ریسک های سمت شرایط محیطی و اقتصادی، ریسک هایی که ممکنه بعضا از شرایط سیاسی حاکم بشه و هر چیز شبیه به اینها. اگه اینها دیده نشه یا اصطلاحاً یک درصدی از تلرانس در سطح هزینه ها بعضا یا حتی شناسایی درآمدهایی که متصور هستیم دیده نشه، خب حتما بودجه ریزی ما دچار یک افتی ممکنه بشه و خطا داشته باشه. نکته با اهمیت بعدی عدم دقت به ظرفیت‌ها و توانایی هاست. این که من برای رسیدن به این بودجه که بعضاً بودجه درآمدی یا فروشه چقدر واقعاً ظرفیت‌های داخلی خودم رو شناختم، چقدر بر اساس تخصص‌ها، نیازمندی‌ها، وجود پرسنل در واقع با پتانسیل و با انگیزه یا ظرفیت‌هایی که میتونه کمک بکنه من یک خدمت جدید، یک محصول جدید رو بعضاً وارد به بازار بکنم و شناسایی تمام اون چیزهایی که ممکن از سمت بازار بعضاً تحمیل بشه، چقدر نسبت به اینها درک دارم. اصطلاحش رو بخوام خلاصه بگم، چقدر نسبت به تخصیص منابع اشراف پیدا کردم، منابعی که در سطح سازمانم وجود داره و قرار بعد از این احتمالاً خلق بشه، ایجاد بشه یا بهبود پیدا بکنه. اگه نسبت به اینا شناختم محدوده، عمیق نیستم، خب طبیعتاً دارم یه درصدی از ریسک رو در بودجه ریزی برمی‌دارم. در کنار این چیزی که میتونه کمک بکنه و تثبیت بکنه این جایگاه بودجه ریزی، ریفرنس دادن بهشه. من زیاد دیدم در واقع دوستانی که بودجه ریزی رو با تمام گرفتاری ها، با تمام مصائب، با تمام شلوغی های بعضا انتهای سال انجام میدن اما بعد رجوع بهش نمیکنن. بودجه میشه انگار که یک دفترچه فرمالیته میمونه، بایگانی میشه تا در یه لحظه دیگری بهش ارجاع بشه. بعد یادم چند وقت پیش با یه دوستی که مدیر عامل یه شرکت بود میگفت همیشه فروشندم میاد میگه که انقدر فروختم و خیلی خوشحاله از میزان فروشی که انجام داده، میگه انقدر فروختیم انقدر زدیم، اما این مثلا اکس تومنی که این فروخته، من همیشه علاقه‌مندیم این بود که چرا اکس به اضافه 1 نمیفروشه و من خوشحال نمیشم. میگم هیچ وقت بهش گفته بودی که اکس به اضافه 1 میخوای؟ هیچ وقت این به عنوان یک تعهد در ذهنش نقش بسته بود؟ هیچ وقت در بودجه ریزی این رو بهش گفته بودی، منتقل کرده بودی، یا هیچ وقت خودش این رو قبلا ترسیم کرده بود؟ میگه نه. میگم خب پس اکس تومنی که اون به شما گزارش میده حتما عدد جذابیه و اون حتما براش زحمت کشیده برای که به این نقطه برسه، اما با ایدئال های تو فاصله داره. نمیدونه تارگت سازمان رو تارگت آره، اما با ایدئال های تو سازمان فاصله داره. خب میبینید این یعنی اون ارجاع شدنه، یعنی شناسایی تمام اون مواردی که گفتم به اضافه این که این به صورت مستمر بهش ارجاع بشه و همیشه ببینیم که چقدر با این نقشه فاصله داریم. آیا در مسیرم یا یک انحرافی پیدا کردم که میتونه قابل جبران باشه؟ اینها مواردی، یعنی ساده تر اگر بخوام بگم اون شناسایی استابیلیتی هاست. اگر این قوت ها، ضعف ها، ریسک ها، تهدید ها و تمام این موارد در لحظه بودجه ریزی در سطح کل سازمان و محیطی که درش فعالیت میکنه خوب شناسایی بشه، خوب درک شده باشه و عمیق شده باشیم، میتونیم بودجه ریزی داشته باشیم که احتمالاً پشتوانه قوی تری داره و خطای کمتری داره و طبیعتاً درک بهتری در سازمان ازش هست. عدم ببخشید یه چیزی اضافه بکنم، اون بحثی که اشاره کردین که عدم همکاری یکی از مثلا مدیران واحد ها اینا
با توجه به شکل و ساختاری که برای بودجه ریزی انتخاب میشه، یا همون مثالی که زدم مثلا کمیته بودجه که تشکیل میشه و از همین مدیران تشکیل شده، اونا باید برنامه‌های عملیاتشون رو بیارن. خب یعنی خودشون در واقع برنامه رو میدن. این برنامه ناشی از چیه؟ از همون خرد شده برنامه استراتژیکه که برای سازمان وجود داره. اون وقتی برنامه‌ش رو میاره تو اون توی اون کمیته چکش کاری میشه، به یه عدد رقم‌های نهایی میرسه. چجور میخواد مقاومت کنه؟ ضمن اینکه این کمیته فقط تو تدوین شرکت نمیکنه، بلکه هر از گاهی در بازه‌های زمانی میاد و این ارزیابی عملکرد رو با بودجه مقایسه میکنه و هر جا انحرافی میبینه واحد مربوطه رو صدا میکنه، پاسخگو هست باید باشه. یعنی ازشون پیگیری میکنه. این نیستش که اون هر حرکت رو بخواد دلخواه انجام بده. یعنی این پیگیری که این کمیته بودجه این کار انجام میده، یه جلوی همچین انحرافات این چنین رفتاری رو میگیره و اجازه نمیده این اتفاق. چون ارزیابی های میان دوره ای این که بعضی میتونه ماهانه باشه، ارزیابی ها 3 ماه یک بار باشه، فصلی باشه، 6 ماه یک بار، این ارزیابی ها جلوی این مقاومت ها رو در واقع میگیره. یعنی انحراف که ایجاد میشه، یکی از کارهای این کمیته تحلیل این انحرافاته. اگر بحث رفتاری باشه، خب رفتاری حتما برخورد میشه که توضیح بده علت چیه. آیا ناشی از اینه که اگر مدیر تولید نمیتونه تولید کنه، بیاد اثبات بکنه که مثلا خرید درست اتفاق نمیفته، نرخ گرون شده، امکان خرید با اون حجم رو نداریم، بنابراین نمیتونم این تولیده بکنم، نه نیروی کاریم به هر علتی کمتر شده یا اون افزایش رو نداره، برنامه که منابع انسانی داده بود که مثلا شیفت اضافی بذاره نذاشته. این توجیه، اگه توجیه درست باشه، یقینا بودجه اصلاح میشه. یعنی اصلا اصلاح بودجه برای همینه 3 ماه یک بار که برخورد بشه. اگر دلایل تحلیل که بشه، دلایل ناشی از چیه لازم باشه، خب بودجه اصلاح میشه. دقیقاً. بفهمید. من یه نکته‌ای رو اضافه کنم. من این در واقع صحبت خانم خورسندی رو یه تعبیری ازش دارم به عنوان شاید بودجه یک شاغول ارزیابی میتونه باشه در اصلا یه خطکشه. صراحتاً همینه. چرا؟ دلیلش اینه که ما روز اول ترسیم کردیم چه شاخص‌هایی، چه هدف‌هایی، چه برنامه‌هایی، چه هزینه‌هایی، چه درآمدهایی، حتی به فصول مختلف در واقع این رو بعضاً شکستیم. این روش ارزیابی و مدیریت عملکرد رو تسهیل میکنه. یعنی زمانی که مدیران میخوان در واقع شرایط ارزیابی رو مهیا بکنن، همیشه رجوع میکنن دوباره به این که آیا من انحرافی دارم، کجا هستم. انگار که یک کلام مشترکی بینشون و تمام پرسنلی که متولیان امر هستن شکل میگیره، چه اونجایی که هزینه داره اتفاق میفته، چه اونجایی که داره فروش و درآمد اتفاق میفته. و این مبنای ارزیابی رو ساده تر میکنه، گویاتر میکنه، انگار که تنجبل تره، قابل فهم تره برای طرفین و همیشه انگار یه مبنایی برای صحبت با هم داره و همونجور که میگن یه خطکش مناسبیه برای اینکه ببینیم کجا هستیم و این چه اتفاق افتاد. پس فکر میکنم خیلی کمک میکنه در شرایطی که میخوان شرایط مدیریت عملکرد رو حتی در سازمانشون اجرا بکنن. خب حالا به عنوان بخش آخر، حالا شما بحث پایش بودجه ریزی رو باز کردید، پایش بودجه میشه گفت دیگه، و این رو هم حالا اگر بشه نکاتی رو به اشتراک بذاریم، چند وقت یه بار باشه این، چه زمانی چه انحرافی ببینیم سناریوهای دیگری رو باید پیاده سازی بکنیم و مسئولش صرفاً واحد مالی هستش یا خارج از واحد مالی هم اینها باید پایش بشه؟ اون گزارشگیری ها توسط چه افرادی انجام میشه؟ من یه مختصری میگم، بدمش رو خواهش میکنم شیوا بگه. ببینید متولی واحد مالی نیست، این برمیگرده به سازمان. اگه یه سازمان کوچیک باشه تمام اینا رو یه مدیر مالی انجام میده، ولی وقتی سازمان بزرگه، ابعاد سازمان بزرگه، ماهیت کارش شرکت تولیدی بزرگه، این کارا در واحد مالی اتفاق نمیفته. توی سازمان یک واحد حسابداری مدیریتی هست که یه اداره بودجه زیرگروه اینه که با استفاده از حسابداری صنعتی و حسابداری مالی اینا مبادرت میکنه به اون ریالی کردن اون بودجه. و چیزی که میخوایم بگم در واقع اصلا بحث مالی در واقع درگیر نمیشه، مگر میگم یه سازمان کوچیک باشه، مدیر مالی یا مدیران مالی سازمان بتونن این قضیه رو هندل کنن، جمع کنن، ولی در شرایط عمومی
این اتفاق نمیفته، توسط واحد مالی اتفاق نمیفته. اگر هم بینی جایی هست به دلیل اینکه یه مقدار عطف به سابقه میشه، یه سابقه تاریخی داره، در گذشته دوستان بودن، همین روی و روال در سازمان میتونه ادامه داشته باشه که واقعا در اون می‌خواستم اشاره بکنم که واقعا رفتی به واحد مالی با اون شیوه مسئولیت واحد مالی، چون اصلا حسابداری مدیریت زیر نظر مدیریت سازمانه، رفتی به حسابداری مالی نداره، زیر گروه مدیر مالی نیست. حسابداری مدیریت اداره بودجه هم همچین استقلالی در واقع داره. ببین حالا در ادامه صحبت خانم خورسندی، میتونه واحد حسابداری مدیریت، حالا نه مالی، واحد حسابداری مدیریت در واقع میتونه سرخط انحراف رو مشخص کنه. یعنی وقتی که توی ارزیابی‌های دوره‌ای که بعضاً 3 ماه یک بار، یعنی در پایان هر فصل ممکنه انجام بشه یا برای به شرایط خاص ممکنه بازه‌ها کوتاه‌تر تعریف بشه، در واقع میاد با توجه به انحرافی که تو چه سرفصلی بیشتر ملموسه، سرخط رو تعریف میکنه و ممکنه نهایتا با اون مدیرانی که خودشون بودجه رو تعیین کردن بیان دلایل انحراف رو بسنجن. اصلا یکی از روش‌های بودجه ریزی ما که به نظر من بهترین روش هست و تلفیقی از سایر روش‌ها میتونه باشه، بودجه ریزی عملیاتیه که بیشتر ما به اینکه به داده‌های یک فعالیت بخوایم توجه کنیم که چقدر داریم مصارف یا مخارج صرف اون فعالیت میکنیم، به این توجه میکنیم که داریم چه خروجی ازش میگیریم، اون فعالیت نهایتا برای من چه ستاده‌ای داره. وقتی که بخوایم این مدلی منافع و هزینه‌ای به یک موضوع نگاه کنیم، در واقع اون مدیر اون عملیاته که خیلی میتونه به من بیشتر ایده بده که اصلا ممکنه بگه من شاید خیلی اونقدری که شما گفتی کار انجام نشده، ولی اون طرف آیدیش رو به همون میزان داشتم. نهایتا مالی نمیتونه خیلی اطلاعات کافی بده، ولی میتونه سرخطها رو مشخص کنه که کجا الان باید بریم سراغ چه واحدی، چه بخشی، چه عملیاتی، کجا حتی ممکنه نیاز به بازبینی یا تعدیل بودجه داشته باشیم. به نظرم که تلفیقی از تمام واحد هاست، حتی بنا به هم مشارکتی که توضیح دادی ممکنه یه جاهایی حتی مدیرعامل یک سازمان لازم باشه وارد بشه برای مراقبت و ارزیابی از اینکه اون بودجه چقدر الان داره کجا قرار میگیره و نیاز به بازبینی دارد یا نیاز به بازبینی عملیات هست بابت اجرایی شدن بودجه. مرسی. شما خیلی نکته اضافه بکنید. خواهش میکنم. آره، ببینید من این رو در واقع از این بعد نگاه میکنم که در مورد جریان بودجه ریزی و اطمینان راجع به این که آیا ما بر مدار بودجه حرکت میکنیم یا نه، 2 تا تعبیر هست. تعبیر راجع به این که یه سری متولی امر هستن در مورد جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌دهی. خب طبیعتاً حسابداری مدیریت یه همچون وظیفه‌ای رو دنبال میکنه، یا همونجور خانم خورسندی اشاره کردن ممکنه حتی یک نفر در سطح یه سازمان در حوزه مالی باشه که اون وظیفه رو، اون نقشه رو برمی‌داره. اون وظیفه جمع‌آوری و ارائه گزارشات در مورد اینکه آیا ما بر اون مدار هستیم، انحرافی داریم یا نه. اما به زعم من بودجه در واقع تعهد تک تک اعضای سازمانه. شما وقتی در بودجه ریزی گزارشات سود و زیان برآوردی دارید یا سود و زیان بودجه شده دارید، توی اون تمام اطلاعات هزینه و درآمدی هست. این یعنی چی؟ یعنی تک تک واحدهای سازمان، منابع انسانی در مورد ورودها، خروجها، جذبها، حوزه‌های درآمدی، فروش، حوزه‌های ارزان به خدمت شما هزینه‌ای، تمام اینها در اون نهفته است، چون یک چکیده‌ای از وضعیت کل سازمانه. پس این یعنی یک تعهد همگانی، تعهد به این که من به اون سطح درآمدها بر اساس بیزنس لاین هایی که دارم برسم، تعهد در مورد این که کنترل کنم و مدیریت بکنم هزینه ها رو، برای که از اون میزانی که پیش بینی کردم غیر از در شرایط غیر قابل پیش بینی یا شرایط غیر مترقبه، من روی همون مدار و روی همون سطح از هزینه کار بکنم. این یعنی یک تعهد همگانی. یعنی اگر جایی دچار انحراف شدم، چه مثبت چه منفی، همیشه بتونم این آلارم رو خوب به سازمان برسونم، در سطح اون گزارشات تأثیرش داشته باشه، برای اینکه تیم مدیریتی بدون بلافاصله بر مبنای اونها تصمیم جدیدی بگیره برای خروج از اون شرایطی که ممکنه بعضاً ریسک بزرگی رو با خودش داشته باشه.
این اتفاق بزرگیه که میفته وقتی که تعهد در سطح کل شرکت یا سازمان شکل میگیره. میتونیم امیدوار باشیم که کمترین انحراف رو ممکنه با بودجه ریزی که واقعا پلن کردیم داشته باشیم. پس پایش عملا حالا وظیفه تک تک واحدها هستش و حالا واحد مالی حسابداری یا اداره بودجه هم باز یک نگاهی داره که اگر داره از مسیر خارج میشه این رو حالا گزارش بکنه یا تحلیل بکنه. بسیار عالی. بریم سراغ آخرین نکته یا تجربه‌ای که شما عزیزان بخواید به اشتراک بذارید تا یک مسیر صحیح و سالم بودجه ریزی رو مخاطبان برنامه‌مون بگذرونن. خانم خورسندی اگه اجازه بدید با شما شروع بکنید به عنوان آخرین توصیه. توی این دقایق که کنار هم بودیم به منافع و مزایای بودجه و بودجه ریزی اشاره کردیم. همچنان میخوایم روی این قضیه تاکید کنیم چرا که سازمان رو ساختار یافته میکنه. برنامه ریزی مشخص میکنه که منابعی که در اختیار داره بهترین ترکیب و بهینه ترین ترکیب که اختصاص بده به اون اهدافی که در واقع در قالب برنامه عملیاتی میاد اختصاص بده. بنابراین توصیه من به عنوان دوستی که سالات تو این رشته کار میکنم اینه که حتما به سمت برنامه ریزی و بودجه بندی در شرکت ها برید، چرا که ترکیب‌های درستی از کار، الگوهای درست کار رو میده. و مسائلی که به تبع میگم در این دقایق کنار هم بودیم راجع به مزیتاش صحبت کردیم. با توجه به مزیت‌ها توصیه اینه که حتما به سمت بودجه ریزی برید، نه به عنوان یک بایگانی یا یک چیز فرمالیته، بلکه به عنوان یک وسیله ابزاری برای سنجش فعالیتاتون، ارزیابی عملکردتون، ارزیابی نتایج حاصل از این که بتونید آگاهانه خودتون رو آماده کنید در مقابل وقتی بودجه داشته باشین انحرافات مشخص میشه. شما دیگه میتونید در مقابل تغییرات، چون صحبت که دوستان کردن بحث تغییرات درون سازمانی و برون سازمانی گفتن، شما میتونید چابکتر عمل کنید. یعنی اگر آماده تر باشین، انحرافات قبلا گرفته باشین، تحلیل کرده باشین، یک شرایط خاصی تو جامعه اتفاق میفته، تصمیمات خیلی سریعتر میتونه بگین چون عطف به سابقه میشه. بنابراین توصیه اینه که حتما به سمت بودجه ریزی و دوستان برن. خیلی ممنون. شما هم بفرمایید. حالا ضمن اینکه حتما باید به سمت بودجه ریزی بریم، توی فرایند بودجه ریزی اگر بخوام بگم چه نکته یا مهمه که در خاطر داشته باشیم اینه که علاوه بر اینکه بودجه باید نیازها و انتظارات مدیران رو مرتفع کنه، باید تحویل دهندگان بودجه، مدیر فروش، مدیر منابع انسانی، عواملی که دارن میگن که چه بودجه یا تعهد میدیم، باید مکانیزم اجرایی مناسبی هم پشت اون بودجه ارائه بدن تا یک اطمینان خاطری باشه برای دستیابی به اون بودجه. چون که ما توی بودجه با یک نقطه مناسبی رو شناسایی کنیم بین ایدئال‌های سازمان و واقعیتی که قابل دستیابیه که بعداً توی ارزیابی ها بتونیم سر نقطه مناسب تری وایسیم. بله. و اینکه از درس آموزی هایی که هر سال توی انحرافات بودجه پیدا می‌کنیم، توی ارزیابی های بودجه پیدا می‌کنیم، حتما باید توی سالهای بعد استفاده کنیم تا اینکه بتونیم به حداقل انحرافات برسیم تو بودجه ریزی. مرسی. آقای رنجبری. خواهش میکنم. من ضمن این که واقعا نکات به نظرم خیلی دقیق و درخشانه، چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بودجه از یک اعتقاد میاد. یعنی شروعش با یک اعتقاده به نظرم. اعتقاد مدیریت و تیم مدیریتی برای کسب موفقیت، برای تداوم موفقیت. ممکنه بدون شرایط بودجه ریزی، بدون بهتری بگیم برنامه ریزی، حتی ممکنه در واقع موفقیت هایی در سطح یک شرکت هایی اتفاق بیفته، اما باید نگاه کنیم که میتونه ادامه دار باشه، میتونه تداوم داشته باشه. برای تداوم داشتن استراتژی لازمه، برای تداوم داشتن برنامه ریزی میخوایم، برای برنامه ریزی بودجه ریزی میخوایم و برای یک بودجه ریزی دقیق اعتقاد به این که این باید در سطح سازمان اشاعه پیدا کنه. اگه این اتفاقا بیفته، نه تنها ضرورتش در سطح سازمان به صورت همیشگی اتفاق میفته، بلکه رسیدن به این بودجه حلاوتی داره در سطح شرکت،
فارغ از هزینه و درآمدهاش، اینکه با کمترین انحراف اتفاق بیفته، حلاوتی داره برای اینکه اون برنامه‌ریزی‌ها به ثمر نشسته، اون زحمات نتیجه داده، زحماتی که ممکنه در شرایط سخت بعضا اقتصادی اتفاق بیفته، اون زحمات به نتیجه رسیده، به اون هدفهایی که می‌خواستیم حالا با این انحرافای بعضا کوچک رسیدیم و این اتفاق بزرگیه، اتفاق بزرگی برای اینکه شاکله یه شرکت و پیش رو انقدر قوی میکنه که آمادش میکنه برای ورود به چالش‌های بزرگتر و طبیعتاً به اتفاقات بزرگتری که میتونه کمک کنه اون شرکت اسکیل کنه. یعنی قول شما برای حفظ بقا یا برای پایداری سود باید به سمت برنامه‌ریزی از نوع مال، از منظر مالی تدوین بودجه باید رفت. همینطور. صراحت. دراکر یه جمله معروف داره، میگه بهترین راه خلق آینده ساختن آن است. من فکر می‌کنم یکی از ابزارهای این ساختن آینده همین بودجه ریزی باشه که حتی در شرایط ناپایدار اقتصادی هم باز به کسب و کارها کمک میکنه تا اهدافشون رو محقق بکنن. خیلی ممنون که به ویژه برنامه رادیو مالی تشریف آوردید، دعوتمون رو قبول کردید. ممنونیم که تجربهاتون رو به اشتراک گذاشتید و ممنونیم از شما همراهان رادیو مالی که همواره بیننده و شنونده برنامه‌های ما هستید. امیدواریم که برای شما عزیزان هم مفید بوده. خوشحال میشیم شما هم تجربه ها یا نکاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. موفق باشید. خدا نگهدار.